این پیتزا پایش با برنج درست شد و تو پیج خارجی چند میلیون ویو خورده بود. درست کردنش هم خیلی راحته. اگه درستش کنی از نتیجه شگفت زده میشد. دیگه سراغ پیتزا کلاسیک نمیره. برنجی که از شام و نهار مونده رو بردارید و بریزید داخل مخلوط کن. بهش 3 عدد تخم مرغ، پنیر پیتزا، نمک و فلفل بزنید. برای اینکه به مخلوط کن فشار نیاد بهش مقداری آب اضافه کنید و میکس کنید. تو سینی فر بریزید و بذارید داخل فر. تا اون بپزه مواد پیتزا رو آماده میکنیم. سینه مرغ رو خورد میکنیم و داخل تابه میریزیم. وقتی آبش کشیده شد پیاز اضافه میکنیم و سرخ میکنیم. بهش نمک و فلفل میزنیم. رو با هم با آب باز میکنیم و به مواد اضافه میکنیم. آماده که شد روی پایه برنجی میریزیم و پنیر پیتزا میریزیم. میذاریم داخل فر تا کاملا بپزه. اگه میخوای یه غذای جدید و خیلی خوشمزه رو تست کنی این همونه. با خیال راحت برید درست کنید. خیلی خوشمزه میشه. Efterer.